سلام دوستان، خسته نباشید. امروز براتون برنامه آموزش چند تا برنامه رو دارم، هم بایزه کویز آف کینگ که گفتیم برگزار می‌کنیم تو مدرسه و کوالیتی تایم که زمان استفاده از کل گوشی رو به ما میده. تو کویز آف کینگ اگه بریم ما نرم افزارش رو باز بکنیم، دقت بکنید چند ثانیه طول میکشه که شبکه‌تون رو شناسایی کنه و مرحله ثبت نام رو از شما طلب کنه. زمانی که مرحله ثبت نام وارد شد، شما ثبت نام میزنید، بعد نام کاربریتون رو، من گفتم نام کاربریتون رو با یه حرفی از دبستان امیر شروع کنید. مثلا می‌نویسید دبستان امیر مثلا 1، درسته؟ رمز عبورم هر چی دلتون بخواد میتونید بدید. این رمز و اینجا هم تکرار رمز رو الان میزنم. بعد از اینکه رمز رو زدیم، ایجاد حساب کاربری جدید رو کلیک میکنیم. چند ثانیه طول میکشه که حساب کاربریمون ثبت سامانه باشه. بعد از اینکه حساب کاربریمون ثبت شد، اون وقت میتونیم بازی رو وارد بازی بشیم و بازیش رو انجام بدیم. ببینید چند ثانیه طول میکشه. برنامه میتونید با کامپیوتر هم اجرا کنید. الان من با کامپیوتر اجرا کردم، یعنی حتما به این داستان مقید نباشید که حتما با گوشی بشه انجام داد. با کامپیوتر هم خیلی راحت میتونید نرم افزار رو اجرا کنه. خب ببینید، این گفته اگه کد دعوتی از دوستانتون داشتید اینجا وارد میکنید، اگه نداشتید خروج از کد رو میزنید. بعد اینجا میتونید شروع بازی جدید رو بزنید. واسه اینکه بازی جدید رو کلیک میکنید، یه حریف شانسی به شما میده. حریف شانسی تونم برای مسابقه مشخصه دقیقاً دیگه. حالا از یک کسی که تو اینترنت داره بازی میکنه این حریف رو میاره. به این میگن میتونه مثلا سکم خرج بکنید که حریفتون بده. خب مثلا الان بازی اولش میگه بازی کن، لوگو سرگرمی. سوال میکنه ازمون مثلا مارک زاکربرگ مؤسس کدام شبکه اجتماعی است؟ مثلا فیسبوک. جواب میدیم، بهمون میده که شخص چی جواب داده. در همون جایی دقت کرده باشید. در بازی معروف کلف آف کاستر نقش مثلا اینم هوگو زده بود. خب بعد میام بعدی منظور از AMG در پشت خودروی بنز چیست؟ من فکر می‌کنم سیستم اگزوزش بوده. ببینید من اینم نمیدونستم. ادامه که اینجا بدم میتونم مرحله بعد خودم بازی کنم. نوبت توئه، میزنم بازی کن. بعد خودم یه دونه گروه انتخاب میکنم و از اون گروه بازی رو انتخاب میکنم. مثلا میگم غذا و نوشیدنی یا طبیعت، درسته؟ طبیعت رو میزنیم که من جغرافیامون خوب باشه. من سوالا هم که جواب میدم تون. سوالی که لود شد همینطوری جواب بدیم. از این بچه ها اینا اگه ما بزنیم میتونیم سکه بده به ما راهنمایی بکنه. مثلا میتونه چند تا چیزا رو به ما راهنمایی کنه، زمان بده یا هر چیز دیگه ای. ببینید دو تا از جوابهای غلط رو حذف میکنه اگه اینو بزنم. ببینید صد و نیروگاه امارات در کدام شهر است؟ اینا سکه ازتون کم میکنه. سکه رو میتونید بخرید ولی ما گفتیم که شما تهیه نکنید، سکه رو نباید بخرید، غیر قانونی میشه تو بازی. اینم بزنید میتونه به شما جواب بده. دو تا انتخاب میتونه داشته باشه براتون. دیدید؟ تا دو تا انتخاب میتونید داشته باشید. حذف میکنه افرادی که بیشترین جواب دادن کدومه و دو تا انتخاب میتونید داشته باشید. بعد منتظر میشیم که جواب بعدی رو ببینید دوستان. اینجا نتایج رو میتونید ببینید. این نتایج رو اینجا میشه قشنگ دید و خب الان ما میتونیم جوابای درست رو میتونیم مثلا جوابا رو اینجا متوجه بشیم که چه کسی جواب درست داره. اگه روش کلیک کنیم میتونیم ببینیم که جواب چی بوده. خب
برمیگردم عقب، از این بازی خارج میشم. خب از این خارجش میکنم، منو رو میذارم میام بیرون. خب بچه‌ها این برنامه کوالیتی تایم که براتون گذاشتم این چیکار میکنه؟ این هم جزو شرایط مسابقه بود. کوالیتی تایم به ما میگی که شما یک حسابی درست میکنید، اگه گوشیتون احساس میکنید که ممکنه پاکشه حساب درست کنید، اگه نه اینو بزنید، رجیستر لتر رو بزنید. رجیستر لتر رو بزنید، همین که تو مراحل مختلفش برید. خب let's start به شما میگه که هر برنامه رو چقدر استفاده کردید. مثلا امروز از چه برنامه‌ای بیشتر استفاده کردید، یا مثلا تو هفته از کدوم برنامه استفاده کردید. برای اینکه بازی رو بخواید انجام بدید باید حتما این برنامه نصب باشه و برنامه اسکرین شات بفرستید از ماهانه کارهای ماهانه‌تون، از کارهای ماهانه‌تون که ما متوجه بشیم چند درصد شما این بازی رو به حالت چی میگن درست انجامش دادید، یعنی زیاد از حد بازیش نکردید. پس این دوتا برنامه رو نصب کنید. اگه خواستید با این اکانت بسازید، اگه نخواستید اکانت بسازید هیچ مشکلی ایجاد نمیشه. میتونید آپشن رو بزنید و اکانت درست بکنید. اگه خواستید اکانت درست بکنید تو منوی ستینگ میتونید کرییت اکانت بکنید که یه ایمیل میدید و پسورد و کانتینیو و حسابتون ساخته میشه. اگر هم نخواستید هیچ مشکلی نداره. متشکرم، مرسی، خداحافظ.